سلام بچه‌ها، چطورین؟ امیدوارم حالتون خوب باشه. الان یهویی میدونین کجام؟ وسط پراگ توی چک ریپابلیکم. جاتون خالی، اومدیم این شهر رو ببینیم، کلی باهاش حال کنیم، بریم غذاهای مختلف بخوریم، چیزای خفن بخوریم. با دوستام اومدم، همه چی رو میخوام بهتون نشون بدم، شهر رو نگاه کنیم، خیلی باحاله. دمتون گرم، میبینمتون. میخوام بریم صبحونه بخوریم. بچه این ساختمون یونسکو بوده قبلا، اینا قدیمیه. ما به احتمال 99% فقط قراره اینجا بخوابیم. تو طول روز میریم بیرون و اینا، اینجا میتونیم پیپی کنیم دیگه. جامون خیلی باحاله، وسط مرکز شهر، ولی ساختمون قدیمیه دیگه. منم که اینجام الان رسیدیم، بریم یه ذره لباسا رو عوض کنیم، بعد بریم به سمت What؟ خب بچه‌ها تو شهر داریم راه میریم، خدا رو شکر هوا خیلی خوبه. داریم میریم به سمت یه جا غذا بزنیم، هنوز نمیدونیم کجا، ولی داریم وسط سیتی سنتر. اینجا قسمتی که هستیم اولد تاونه. قسمت اولد تاون شما میتونی بهترین جا برای توریستا و ایناست که کلی کارهای مختلفش انجام داد. همه این مغازه‌های بغلمون هم همش پر غذا فروشی و اینا، واسه همین باحال جاش. تا الان که تجربه باحالی بوده، برای اینکه وایب آدما رو دوست دارم، هوا باحاله، یه ذره میگم تجربه جدیدیه اینجا و فعلا احساس خوبی داریم. بریم ببینیم کجا غذا میزنیم. بچه من استیک خوردم و خیلی خوشمزه بود، جاتون خالی. یکی از بهترین غذایی بود که زدم. دلار کانادایی به پراگ 17 برابره، برای من خیلی ارزون تر بود و شهریه که میتونی توش زندگی کنی، ولی زبونشون خیلی سخته. انگلیسی هم شکسته پکسته بلدن، ولی خب خیلی از آدماشون بلدن. خیلی از اینترنشنال استودنت هم اینجا زیاد میان. در کل بخوام بهتون بگم پراگ شهر باحالیه، حتما بهتون پیشنهاد میکنم تو زندگیتون بیاین اینجا، نرین جای دیگه، حتما بیاین پراگ. برنامه خاصی نداریم، فقط داریم میچرخیم تو شهر. بچه اینجا بازاره، بچه اینجا رو میبینین، یه سری از این شیرینی های معروف اینجاست. میخوایم اینا رو امتحان کنیم. الان حوض شیرینی هم کردیم، دایت انشالله از هفته آینده شروع میشه. سزمرلیگوا میخوام امتحانش کنیم، انشالله خوشمزه باشه، چون 100 تا از اینا بود، ما یه دونه‌اش انتخاب کردیم. بچه سوراخ خیلی قشنگی داره. امشب ما کلاب داریم. نه شوخی کردم، یه ذره حدمون رو نگه داریم دیگه. آقا اینو میخوام بخورم جلو شما ببینین چجوریه. شکر رو اینا با نوتلا بد نید، 6 از 10 خوش نید، حال نید، هیت نید. اینجا شب الان ببینید هنوز شهر زنده است، روشنایی مطلقه، باحاله. ببین بالا شبه، چقدر نورانیه. بچه اومدیم یه جا درینک و اینا داره، خیلی عجیب غریبه. واو Guys, you have to do ad-libs. Oh, look at the straw. Look at the straw. Oh my god.
چطوری مروکس؟ روز دومه، جاتون خالی. امروز یه ذره تیپمون این مدلیه. داریم میریم به سمت صبونه. خیلی گشنمونه. الان ساعت 12 میخوام بریم صبونه بزنیم. دیشب رفتیم بیرون کلاب، خیلی حال داد. جاتون خالی، واقعا باحال بود. صبونه رو بزنیم بریم یه سری چیزای دیدنی مثل قلعه اینجا رو، همه اینا رو ببینیم. امروز روز آخرمونه توی پراگ و شب دوباره یکی از بزرگترین کلابای نزدیک 7 طبقه است، برای اونو بریم و تو روزم قراره کارهای توریستی اینا زیاد انجام بدیم. بچه‌ها اینجا یه ساعتیه که یه 5 دقیقه دیگه احتمالاً قراره یه شوی نشون بده. همه این آدمایی که اینجا هستن وایسادن که نهاش کنن. دیدین تو کارتونا مثلا یهو میاد بیرون یه چیزی، تو هم از اینجا یه چیزی میاد بیرون و اینا. باحاله. بذار ببینم برمیگرده. یه 5 دقیقه دیگه ویدیوشو میگیرم. جالب بود همه وایسادن. بچه‌ها 8 دقیقه وایسادیم، الاف شدیم، هیچی نبود. مردم این اسکولا جمع شده بودن اونجا. جاتون خالی دارن یه آب میوه میزنم. اصلا آب میوه هست، مثلا آب میوه هست. داریم اونا میزنیم. جاتون خالی. بریم به سمت قلعه دیگه. بچه هم اینجا دارن یه سری سوغاتی میخرن. بچه ها این مسیر پیاده اومدیم نمای زیبای شهر پراگ رو ببینیم و میریم این بالا. بعد 1000 سال اومدیم برسیم به قلعه. کلی پیاده روی کردیم. جاتون خالی. نما رو ببین. اینم نمای دیگر از این قلعه سحرآمیز. خیلی بلنده، هوا گرمه و خیلی خوبه. من الان فقط همینو پوشیدم، هیچ دیگه نپوشم. آبم میخوریم مثل همیشه، هایدریتد بمونیم. ولی خلاصه شهر باحالی اینجا. بچه ها یه تیکت گرفتیم، متاسفانه یکم دیر اومدیم و داخل چیز رو نمیتونیم بریم، فقط بالا ویوشو میتونیم بریم. تیکتش هم نزدیک $9 کانادایی بود دیگه. اون قسمت های تاریخی ماریخیشو اسکیپ کردیم دیگه، نمیدونم. بچه ها داریم میریم به سمت بالا. بچه خیلی تنگه اینجا، آدم ها دارن لولو. خدا بگم چیکار شد. کسی که این پلا رو اختراع کرد دارم میمیرم. آب بخوری برای این ویوی که نرده داره راه رفتیم. بچه این ویو داخلی اینجاست. ببینید چه خفنه. میترسم گوشیم بیفته پایین. بچه ها یهو تصمیم گرفتیم بریم روی بیل. خواهم بریم سوار این قایقه بشیم بریم وسط اینجا. باحالم هست. بچه این سد میرزا کوچک‌خان جنگلیه. جاتون خالی. داریم میرسیم. ببینین اینجا رو. این پشتمونم که اون تونل است. خیلی باحاله. برعکس غذایی که گرفتم غذای محلی اینجاست، اردکه با نون و یه سری چیزای دیگه. خیلی خوشمزه است. دیروز یکی از دوستام گرفته بود، خیلی باحال بود. میخوام امتحانش کنم. دوستام هم what is that? Pork ribs. Maybe you shouldn't mention it. Pork ribs, duck meat, and then that's a schnitzel. سلام بچه‌ها، دمتون گرم که اینجا با من بودین تا الان. روز آخر تو پراگ هستیم. فردا صبح به احتمال زیاد میریم یه شهر دیگه. دمتون گرم. سابسکرایب و لایک اصلا یادتون نره. جاتون خالی، خیلی باحاله. اینجا رو اگه ببینین خیلی خفنه.